مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیزی ما، ماه شریف رمضان مبارک باشد برای هر یکی شما. امروز جمعی تبریکاتی شهنان در محله مهرآباد برای تبریک کردن با خانواده قربانمک آمدیم. امروز جشن زادروزی نظیر خاله است. امروز تبریکات را از نام فرزندان که یکیشان از در مسافرت هستند، از نام یوسفکه، از نام امینکه، مهرانگیزایتی، آزادایتی ها تشکیل کردیم، از نام کلین و نبیره ها. و این لحظه های خرسندی را همراهی شمایان خواستیم به هم بینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم زنبانوان، مادران مهربان. با این دسترخوان افطار و خیر و سخاوت با این ماه شریف رمضان به هر یک شما خوش آمدید میگویم. امروز در خانواده قربانمک جشن زادروزی نظیر خاله شده ایستاده است. نظیر خاله زادروز مبارک باشد. و البته به نزد شما مادر مهربان و عزیز و غمخوارتان محسنانه را نیز میخواستیم نزدیکتر ایستاد. محسنانه امکان است باشد گذارید شما بیاد شما نزدیکتر. مرحبا. نظیر خاله زادروز مبارک باشد. محسنانه نظیر خاله چندم فرزند شما؟ اولین کلیدی در جنت شما امروز جشن زادروز دارد. چند سال شد تولد کردگیتان با؟ چند بدر آمدن دخترتان؟ حالا باید دوگانه گفتن که ما حالی 19 ساله شده ایم. گفترم تو می؟ چند بدر آمده ایم؟ 18 بمی؟ 18 پر کردیم ها؟ زادروزتان مبارک باشد. امروز نظیر خاله شما را از نام فرزندان عزیز، از مسافرت از نام یوسفکه، از نام امینکه، از نام مهرانگیزایتی، آزادایتی، کلین پادشاه‌های نازنین، نبیره‌های شیرین و پیش از همه از نام قربانمک تبریک میگوییم. زادروزتان مبارک. اینا می‌بینید که در این ماهی شریف رمضان، در این ماهی مبارک امروز
جشن زادروز دارید. خدا کند که 120 ساله شوید. همونطور بینیم اگر از رویتان نور میبارد. سبب این در سر شما چنین مادر ارزنده و زیبنده، مادر غمخوار و مونس دعاگوی هستند. بگذار همیشه باشند. برای مادر فرزند 100 ساله شود هم بچه‌ش مادر کودک بر این است. امروز باشد از همه انسان خوشبخت‌ترین هستید که چنین مادر، چنین فرشته خاندان دارید. و از نام فرزندان عزیز شما را تبریک میگویم. گفتند که مادر عزیز من مانند بیبی جان ما، مانند آنا جان ما دهقانی کردند، باغبانی کردند، در همین زمین کشت میکاشتند و نهال میکاشتند و ما فرزندان را با مهنت‌های حلالشان کلان کردند. هیچ وقت خسته نباشند، هیچ وقت کسل نشوند و در سر ما مادری زیبا و ارزنده شده گردند. امروز که فرزند عزیز یوسفک در مسافرت هستند میگویند یاد کردم بیجان عزیز من، بیجان مهربان من. هر صبحی سحر همین بر وقت خیزم هم از من و از آفتاب و از روشنی بر وقت میخیستگی در خاندان ما بیجان ما هستند و میخواستم که در این روز خرسندی آغوش کنم. از آن روی پر از نورشان بوسه ها زنم، از آن دست نازنینشان بوسه ها زنم و آغوش کنم و از آن بوی بهشتیشان نفس کشم. همیشه صحت سلامت گردن برای من بخت و دخت و دولت است. حاضر باشد برای بیجان من رفته رسانید که دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم ندیدم روی خوش جز روی مادر. مادر عزیز زادروزتان مبارک باشد. فرزندان میگویند خدا کند که به صف حاجی ها باز زیاد شوند و ما همین خش و تبار نزدیکان را آنا جان عزیزم، بیجان مهربان من، پدر بزرگوار من یک جای به زیارت کعبه الله فرستادیم. با چنین نیت ها برای مادرم رسانید که işlerim yürüşüp ketse gelme gel. Kamlarım, gamlarım etse bütün hal, dünyanı bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, dardimga hech davo etmagan hamon, onamni xonadonimiz farishtasini Makkaga olib boraman. Imro'za Zodro'zaton muborak. Ba chunin niyatha albatta kitobi ki dar ruyi dunyo tan giriftan, kitobi qimmatbahotarin, kitobi Qur'on ro peshkash shoma mekunam. Marhamat, muborak boshlab. Zodro'z muborak. برای محسنانه نیز مبارک باشد. مرحمت بیجان عزیز خاندان، فرشته خاندان مبارک باشد. سلطانی من چشم و چراغم مادر، تنها گلی گلزاری باغم مادر. از دانکشم مغزش شیرین میگن نزدیک خانه زادرو نبیره را. در اینجا یک دانه نبیره های شیخ شما در آینده خدا کند که پرکرور و میلیسه ها شود. نبیره های عزیزی شما در اینجا گلدسته ها دارن. کلی نبیره ها در آویتان یک تا در اون بر مرحبا. گلدسته ها رو برای آن جان ما میسپارن. مبارک باشد. پرستاری دیدم ای روشنی بخشو چراغی منزلم. مبارک باشد. کاری نبیره های رو بزنیم کنیم که همون مرحبا بزنید تا نیروپا اکنون از جرخونه همراهی بهشت خاندان، فرشته خاندان و خواهرتان یک جای بخواستیم شیرینی رو برم سرم. در اینجا انگشترین طلا دارم برای شما. مرحبا یک تا کرسک بزنیم بزرگوی طلای برای مادر جانم میگذارم. مبارک باشد. زادروز مبارک. و البته کار تیار باشد اگر یک جای شیرینی را میبریم از آن تنوع میکنیم. زادروز مبارک.
باشد. بالا به مجای شما. عشقی شادی بود. من را ببخش تنها و خود پرداختم مادر پرستاری همدم و همراز و سوزم بر جان خواهر است خواهر این بر زندگانی گنجی نایاب است بمان خواهر این در زندگانی گنجی نایاب است بمان قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد لیک فکری تا در خویش دل پریشان خواهر است در خماری مادری گم کرده گیرد کس را در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است در خماری مادری گم کرده گیرد کس را در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است ما ندانیم گاه قدر و گاه در رنجی و لیک نرنجد حوضی ما چون دل فروزان خواهر است گاه از این پای دنیا دور میگردیم زیاد لیک در دل بحری ما داری خواهر است محسن آمد وقتا شرکت تبریک کنیم اکنون برحمد. همین دختر من پیر شود پیر بداوا شود چی بگوی درست یویسکی فرق شود بچه هاش با امریکا بیایی با شروع کرد با توی چشم با گیت میشتن همینجا دیگه نمیدون دادم رحمت تشکر بس این سالوی شما در آمدن هم خیلی پیر خاندانش نگشتن نصیب کنند نصیب خدا. امروز از نام خودتان از نام دو فرزندتان که مسافری و هستند از نام آنها باید که خانجانشون را تبریک کنید برحمد. آقا جان داریم ساعت نداره خوشم پیشاره از نام شورم عدیبا ساق سلامتکر گردش تبریک کنم یا شمایا جای باشن ساق باشن یوسف جان ساق سلامت بیایی با این زیاد ششنگی کم نشه رحمت سلامت باشد. معلمه عزیز برحمت تبریک کنیم هم جای اشتگاه با السلام علیکم خواهرکان عزیز مادران کل شیرین شما آمدید به درگاه که خواهرکم نظیره پرچم خواهرک ازم نظیره های الهیم 100 ساله شوید عمرک دراز شود الهیم حضور حالتی بچه اکا تا بینیلیم یوسف جانم ساق سلامت بیاد در بلوی فرزندکاش الهیم شوشی کوری فرزندکا تا تیا الهیم مکک همه وقت بکر تبسم کنده نشود الهیم مکک ای دوستانی جانی با هم بودن غنیمت
ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه با هم دیگر گلی شبنم بودن غنیمت. عمری روان است خواهیم یا نخواهیم، یک لحظه با هم دیگر در صحبت بودن غنیمت. خواهرک عزیز الهیم دایم موفق سلامت باشی. ینگه جان هم الهیم 120 دارن حضور حلالت همین نیوره کاش نبیدن، نیوره کلنه کاش نبیدن، ایوره کاش نبیدن. همه وقت روزکای نیک روزکای مراد لایق بیند شما. الهیم عمر ینگیت من همه بینیم. هم میدونم که جدا همین ینگی من اهمی اول تو آخر فقط مهنت سیاه کرده. امر جانی من الهیم فقط به همین وای مهنت کاشون الهیم راحت بیند. الهیم عمرکشون دراز شود. الهیم هیچ نعمت به از فرزند نیست، هیچ نعمت به از فرزند نیست جز به جز فرزند و پیوند نیست. حاصل از کرده نامی مرد، زنده ماند از فرزند نامی مرد. الهی من فرزنده که در دوری همین یوسف جان ساق سلامت بیاد، در سری فرزنده کاش فقط تویا بیند. الهی رحمت. تشکر معلمان، هزار رحمت بگیم و از نام کلین ها جیان ها مرحمت گذار اتاق پیششان با مرحمت. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما، نارسیده باده ای در جام میمانده ما. زن اگر ما را نمیبخشید عمری بر دوام، به تخلص به نسب به نام میمانده ما. السلام علیکم مادرهای عزیز و مهربان. ما در این عید شریف رمضان در اینجا جمع شده ایم. از تحت دل امروزه روزی زادروزی عمه مولان بود. تبریک و تهنیت میکنم. از خدا میطلبم که در این ماه شریف رمضان همه مهر و مروت خدا به ما الها نگرانیده شود. مادرم جان و دلم به تو جهان را چا کنم، همه مهرم با توی و من دیگران را چا کنم. هر سحر می خیزم و یادم به یادی مادرم، گل به گل می پیچم و جیگر کبابم مادرم. 100 ساله شوید عمه مولا جان عزیز. الهیم در سری ما سال و سلامت گردید. الها عمه مولا جان عزیز دوگوی ما هستید. در سری ما سال سلامت گردید. Моя дедушка родная, всех нежнее и давление, и улыбки скрывая, а ну тебе скорей. السلام علیکم مهمونکای عزیز، خواهرکا، خیش توارکا. امروز به این درگاه دادر عزیز خوش آمده. سببکار امروزه نشستم در این ماه بزرگ، در این ماه شریف رمضان کلونمون هست که امروز زادروزشان بوده است. من به این کلون از نام خودم، از نام خواهرانم، از نام دادرانم عمری دراز می‌طلبم، چون که خیلی زدی پرمهنت پربردار کمتر کم یافته شود. میخواهم که دادنم کتی صد بدرایم، همه وقت حضوری میدن روشه بینم در زیبنده سری در سخونی بر یک کار شود. ساق و سلامت یوسف جانم رفته، ساق و سلامت که بیا همه وقت درگاه هاشون خونه مراد خانه شود، مرادی بینی هم یک هاشون حاصل شود، هم یک اقلیم بانو باز یک تا اشنا میخونده اونا جانشون با مرحمت. او منین آنم هر بستگنین جانسون دکن، او شاخ جانم گرم دارم دفسلی لالی بهارم. او منین آنم آنا جان تبریک بگیم. بس بخواه بیرون با آب و هوای بهاری بعد از نوروز
یک جای رقص و بازی برنامه دوام کنیم با راهبری محسن آقا. محسن آقا خودتان زیبی در رانشنا شرکت احتا اصول کرده میتیم بعد شما جواب میتیم برهم اثرات های شوی برای شما یا نظر خونه سال روز مبارک باشم. مرحبا.
اینک بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما، امروز ما در این کاشانه زیبای قربانمک مهمان شدیم. نظیر خاله را در جشن زادروزشان در روز میلاد امور در این ماه شریف رمضان تبریک کرده همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.